کنجکاوی همیشه نیروی محرک ما بوده، مگه نه؟ از همون اولین باری که سرمون رو بلند کردیم و به ستاره‌ها خیره شدیم تا همین الان که داریم ذهن‌های مصنوعی می‌سازیم. این سفر اکتشاف در واقع همون داستان انسان بودنه. و این سوال دقیقاً همون نقشه راه ماست، یه سفر هیجان انگیز بین بزرگترین جهش‌های فکری که دنیای ما رو شکل دادن. خب، آماده اید؟ بیایید این مسیر رو با هم شروع کنیم. خب، بریم سراغش. این تصویری که می‌بینید یه جورای نماد آخرین مرز دانش ماست. از یه طرف یخچالی باستانی، از طرف دیگه یه ربات هوشمند. ما دیگه فقط ابزار نمی‌سازیم، داریم هوش جدید خلق می‌کنیم. ولی خب رسیدن به اینجا یه شبه اتفاق نیفتاد، نه؟ این قله‌ایه که بعد از یه سفر خیلی خیلی طولانی بهش رسیدیم. پس بیایید اول از همه نگاهمون رو با آسمون بدوزیم. بریم سراغ بزرگترین سوالایی که همیشه از خودمون پرسیدیم. ما از کجا اومدیم؟ جای ما تو این کیهان بیکران کجاست؟ داستان ما خب از اینجا شروع میشه، از نظریه بیگ بنگ یا همون مه‌بانگ. این فقط یه ایده نیستا، بهترین توضیح علمیه که برای شروع همه چیز داریم. یه لحظه فکرشو بکنید، کل این کیهان عظیمی که میشناسیم با همه کهکشان‌هاش یه زمانی توی یه نقطه‌ای فشرده شده بود که حتی از یه اتم هم کوچیک‌تر بود. باور نکردنیه، نه؟ و ببینید چطوری درک ما از این ماجرا کامل‌تر شده. اول یه سیب ساده بود که افتاد و به نیوتن کمک کرد قوانین گرانش رو کشف کنه. بعد چند قرن بعد یه پارازیت رادیویی کاملا تصادفی بزرگترین نظریه‌مون رو تایید کرد و حالا هم که تلسکوپ جیمز وب رو داریم که داره مستقیم به خود سپیده‌دم کیهانی نگاه میکنه، یعنی به اولین لحظات. خب، وقتی کم کم فهمیدیم جهان چطوری شروع شده، یه سوال بزرگ دیگه اومد سراغمون. آیا ما تنها هستیم؟ و همین سوال ساده ما رو رسونده به یکی از جسورانه ترین مأموریت‌های فضایی تاریخ. یه لحظه تصور کنید. زیر این پوسته ضخیم یخی روی قمر مشتری یه اقیانوس آب شور هست که حجمش 2 برابر کل اقیانوس‌های زمینه. فضاپیمای کلیپر قرار نیست دنبال موجودات فضایی عجیب و غریب بگرده ها. نه، دنبال آجرهای سازنده حیاته. اگه حتی یه میکروب اونجا پیدا بشه، میتونه همه چیز رو، یعنی واقعاً همه چیز رو تغییر بده. خب، حالا بیایید از عظمت کیهان یکم فاصله بگیریم و روی سیاره خودمون زوم کنیم. بریم سراغ این داستان که ما آدما چطوری با قدرت ایده هامون تونستیم این سیاره بزرگ رو کوچیک و کوچیک‌تر کنیم. این تکامل رو ببینید چه جالبه. اول چاپارخانه‌های دوره هخامنشی بود که پیام‌ها رو با سرعت اسب جابجا می‌کرد. بعدش تلگراف اومد که سرعت رو رسوند به سرعت الکتریسیته. و در نهایت رسیدیم به وب جهان گستر که دیگه با سرعت نور کل دانش بشر رو به هم وصل کرد. یه جهش باور نکردنی. اینترنت واقعاً فقط یه ابزار نبود، یه انقلاب تمام عیار بود. میدونید چرا؟ چون برای اولین بار تو تاریخ دانش دیگه فقط دست یه عده خاص نبود. از انحصار خارج شد و در دسترس من و شما قرار گرفت. این یعنی یه جور دموکراسی اطلاعاتی. اما یه لحظه صبر کنید. یه نکته خیلی حیاتی اینجاست. ایده به اشتراک گذاشتن اطلاعات وقتی هیچ راهی برای ذخیره کردنش نداشته باشیم، کاملا بی‌معنیه، درسته؟ و همین ما رو میرسونه به یکی از اولین تلاش‌های بشر برای ساختن یه جور حافظه جمعی. فکرشو بکنید. یک کتابخونه با 25,000 لوح گلی. این عملاً اولین تلاش بشر بود برای اینکه کل دانش جهان رو یه جا جمع کنه. جالبه بدونید که قدیمی‌ترین داستان حماسی جهان، یعنی همون گیلگمش، توی همین کتابخونه پیدا شد و تاریخ ادبیات رو برای همیشه عوض کرد. خب، تا اینجا از کیهان و ارتباطات گفتیم. حالا وقتشه که سفرمون رو به درون خودمون شروع کنیم. به اون اکتشافاتی که به ما این قدرت رو دادن که قوانین زندگی و حتی مرگ رو از نو بنویسیم. این تفاوت واقعاً تکون دهنده است. ما امروز انقدر به آنتیبیوتیکا عادت کردیم که یادمون میره دنیای بدون اونها چقدر میتونست ترسناک باشه. یه بریدگی ساده میتونست حکم مرگ باشه. و همه اینا با کشف کاملا تصادفی فلمینگ عوض شد. یه ظرف کشت آلوده که گوشه آزمایشگاه فراموش شده بود، تبدیل شد به یکی از بزرگترین هدیه‌های علم به ما. 154 میلیون. این عدد چیه؟
این تعداد آدم‌هایی که فقط تو 50 سال گذشته به لطف واکسن‌ها زنده موندن. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، این یعنی هر دقیقه 6 نفر از مرگ حتمی نجات پیدا کردن. هر دقیقه. این یعنی قدرت علم پیشگیرینا. و این مسیر دقیقاً مثل رمزگشایی از کتاب زندگی بود. اول فهمیدیم که اصلاً همچین کتابی به اسم DNA وجود داره. بعدش با کمک عکس مشهور روزالیند فرانکلین فهمیدیم شکل کلماتش مارپیچیه. و حالا با ابزاری مثل کریسپر داریم یاد میگیریم که خودمون این کتاب رو ویرایش کنیم و غلطاش رو درست کنیم. و این داستان هنوز تموم نشده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم داره فصل جدیدی نوشته میشه. یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی سال 2024 یک قدم خیلی بزرگ تو مبارزه با بیماریه که ده‌هاست بشر رو درگیر خودش کرده. این یه پیشرفت واقعاً تاریخیه. فکرشو بکنید، بعد از 40 سال مبارزه سخت، حالا یه دارو برای پیشگیری از HIV داریم که اثر بخشیش 100% و فقط 2 بار تزریق در سال لازم داره. این میتونه زندگی میلیون‌ها نفر رو زیر و رو کنه و به همه نشون میده که ما آدما تو نبرد با بیماری‌ها هیچ وقت تسلیم نمیشیم. و حالا میرسیم به بخش آخر، به جایی که مرز بین ابزارهایی که میسازیم و خود ما داره کم کم محو میشه، به طلوع یک هوش جدید. فقط این جهش رو ببینید. از اون کامپیوترهای اولیه که یه اتاق کامل رو پر می‌کردن و از ماشین حساب گوشی من و شما هم ضعیف‌تر بودن، حالا رسیدیم به این کامپیوتر کوانتومی. این یه ماشین معمول نیست. این دستگاه با قوانین عجیب و غریب دنیای کوانتوم کار میکنه تا مسائلی رو حل کنه که قبلا فکر می‌کردیم برای همیشه غیر قابل حل باقی میمونن. این عدد رو سعی کنید هضم کنید. 10 سپتیلیون سال. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه از همون لحظه بیگ بنگ تا همین امروز منتظر میموندیم، هنوز حتی 1% از کارم جلو نرفته بود. این دیگه فقط بحث سرعت نیست. این یه روش کاملا جدید برای فکر کردن. یه چیزی که میتونه همه چیز رو از داروسازی گرفته تا علم مواد از پایه و اساس تغییر بده. هیچ تکنولوژی دیگه‌ای تو کل تاریخ بشر به این سرعت فراگیر نشده. معنی این چیه؟ اینه که هوش مصنوعی دیگه یه داستان علمی تخیلی برای آینده نیست. همین الان اینجاست. بین ماست و میلیون‌ها نفر هر روز دارن ازش استفاده میکنن. و شاید شگفت‌انگیزترین قسمتش اینه. ما داریم از یه هوش مصنوعی استفاده میکنیم تا پیچیده ترین هوشی که تو این جهان میشناسیم رو درک کنیم. یعنی مغز خودمون رو. از تشخیص بیماری‌ها با دقت بالا گرفته تا فهمیدن اینکه چرا بعضی از ما به تئوری‌های توطئه باور پیدا می‌کنیم. انگار داریم از یه ذهن استفاده می‌کنیم تا یه ذهن دیگر رو رمزگشایی کنیم. خب، این سفر طولانی از دل ستاره‌ها تا اعماق سلول‌های خودمون ما رو به اینجا رسونده. به نقطه‌ای که قدرتی بی‌سابقه برای شکل دادن به دنیا و حتی خودمون داریم. حالا دیگه سوالی نیست که چه کارهایی میتونیم بکنیم. سوال اصلی اینه که انتخاب میکنیم چه کارهایی بکنیم. آینده اونجاست، منتظر ماست تا کشفش کنیم.